در زمین‌های کورم للمی موضع باورستان امسال کشاورزان نویای دنغره، واسه، مومن‌آباد، فرخار و میر سید علی حمدانی موافق دورنما باید در میدان عمومی زیاده از 7000 گکتار کشت تیرمایی زراعت غله‌دانگی گذرانند. امروز در این موضع با استفاده از باد هوای مساعد معرکه کشت با مرام ادامه دارد با مقصد رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی، انتخاب تخمی خوشصفت و هر چه زودتر به انجام رسانیدن کشت زراعت غله‌دانگی در اساس دستور و سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده، مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ و معاون رئیس ولایت ختان امان‌الله سلیمزاده با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های دنغره، واسه، مومن‌آباد، فرخار، مسئولین ساحه و متخصصان کشاورزان ناحیه‌های مذکور مشورت کاری دایر نمودند. در صحبت با کشاورزان ناحیه مومن‌آباد تاکید شد که برای به دست آوردن حاصل دلخواه از چنین زمین‌های کورم للمی باید اهل زحمت نسبت به مسئله شدگار خوشصفت، کشت سری وقتی و تامین نیروهای مینرالی جهت سبزیش و نشونمای خوب زراعت غله‌دانگی اهمیت اولین درجه ظاهر نمایند. در موضع باورستان میدان عمومی کشت کاپراتیو استحصالی تبلای ناحیه مومن‌آباد 110 گکتار را تشکیل می‌دهد. پس از بارشات چند روز پیشین شاورزان خوجگی مذکور تکنیکای لازمه را به کار سفربر نموده الکی در میدان زیاده از 50 گکتار کشت گذراندند. با مسئولین کاپراتیو استحصالی تبلای دستور داده شد که در دوام چند روز پیش آمد معرکه شدگار و کشت را پرره به انجام رسانند. در این موضع شاورزان ناحیه واسه نیز شدگار و کشت را در اساس توصیه متخصصان صاحب براه ماندند. معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده جلب هر چی بیشتر تکنیکای صحوی و به طور شبانه روزی راه اندازی کردن کار را منفعت بخش ارزیابی نموده ابراز داشتند که از صبح شدگار شبانه و دوام روز گذراندن معرکه کشت امکان است که در مهلت پیش بینی شده دورنمای کشت زراعت غله‌دانگی در این موضع هر چیز زودتر انجام داده شود. متخصصان با صفت تخمی غله شناس گردیده توصیه دادند که هر یک نوع تخمی باید با ضخامت لازمه کار کرد و در هر یک گکتار معیار کشت آن رعایت کرده شود. امروز در تمام قلمروی منطقه کلوب که فراگیر 10 ناحیه است کشت و کار تیرماهی به طور شبانه روزی به راه مانده شده است. در موضع مذکور 7081 گکتار موجود می باشد که متعلق به ناحیه‌های فرخار، حمدانی، واسه و دنغره است و الکی زیاده از 20% زمین ها کشت شدن و ما کشاورزان کوشش به خرج میدیم کشت تیرماهی زراعت غله‌دانه را در هفته‌های نزدیک، روزهای نزدیک به اتمام رسانیم. برای بلند برداشتن بازده زمین، تامین ذخیره نمی و نشونه‌های خوب زراعت دستور داده شد که شدگار با استفاده از چنین تکنیک‌های تسمه چرخ گذرانده شود. با این مقصد طبق اطلاع رهبریت کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ عین زمان از جانب فیلیال کارخانه مذکور در منطقه کلاب ولایت ختلان یک چند عدد تکنیک به کار سفربر گردیده است. در منطقه اولمتوی زیاده از 15 تا تراکتور تسمه چرخ کار کرده ایستاده است. سببش اینه که تراکتورهای تسمه چرخ نسبت به تراکتورهای کالیوسنی شدگاری با صفت میکند، بعد زمینه سخت نمیکند، خراجات کمتر میشود. برای همین ما تصمیم گرفتیم که زمینهای للمه را با همین تراکتورهای تسمه چرخ شدگار نماییم. برای وسعت معرکه شدگار و کشت تیرمایی در زمین‌های کورم للمی موضع باورستان به اندیشه متخصصان بازرسی نظارت دولتی تکنیکای کشاورزی در منطقه کلاب امروز به 600 عدد تکنیکای صحوی به کار سفربر کرده شده است. در موضع باورستان участке اولمتوی منطقه کلاب زیاده از 100 تکنیکای شدگار کننده و زیاده از 20 سیالکای تخم پوشک جلب شده است که از آن جمله تراکتورهای تسمه چرخ. ما حرکت کرده ایستاده ایم که از باد و هوای مساعد استفاده برده در روزهای نزدیکترین از عهده شدگار و کشت زمین‌های موضع اولمتوی برآییم. معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ و معاون رئیس ولایت ختان امان‌الله سلیمزاده در موضع باورستان با جریان شدگار و معرکه کشت تیرمایی در خوجگی به نام عبدالجبار ناحیه فرخار شناس شدند. در خوجگی مذکور هم‌مسئولا در میدان زیاده 100 گکتار کشت گذرانده می شود. با اطلاع رهبریت خوجگی آنها سال گذشته در این موسم کشت صغیر گذرانیده از آن نسبت به کشت بهاری این زراعت حاصل بیشتر به دست آوردند. سال گذشته ما زغیر از 25 نوامبر کشت کردیم. از زغیر تیرمایی حاصل خوب به دست آوردیم. 20 سانتی گرفتیم و گندم تیرمایی ششم دا کاریدیم تا 15 ما بود کردیم کشت گندم 28 سانتی گرفتیم. با همین خاطر این سال حرکت کردیم که
зағира дар 1 декабр киш кунем. То 1 декабр ҳама кишта буд кунем. дар ҷарони машварати корӣ бо кишоварзони ноҳияҳои Данғара, Восе, Моминобод ва Фархор, муовин раиси вилояти Хаттон Амонулло Салимзода иброз доштанд, ки дар асоси супориши раиси вилояти Хаттон Давлаталӣ Саид дар заминҳои Корами Лалмии ин мавзеъ ва ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб кишти тирамоҳӣ таҳти назорати мутахассисон қарор дошта, он ба таври шабонарӯзӣ гузаронида мешавад, ки ин тадбир ҷиҳати ҳар чӣ зудтар анҷом додани маъракаи кишт, самаранок истифода бурдани ҳар як қидат замини Корам ва замина гузоштан барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ мусоидат хоҳад кард.